با زبان آوردن نام گلنظرکردی به اختیار سرود ملی تاجیکستان به یاد می آید، زیرا خرد و بزرگ می دانند که مؤلف متن آن این استاد سخن است. ایجاد این متن تاریخی عجیب دارد. وقتی که استقلالات تاجیکستان اعلان کرده شد، ما 9 سپتامبر سال 1991 را در نظر داریم. بعد در وقت پارلمان هم نبود، در شورای عالی تاجیکستان همه ما را جمع کردند، گفتند که مادامی که تاجیکستان صاحب استقلال شده است، باید پرچمش نو باشد، نشانش نو باشد و سرود ملیش نو باشد. خودم می‌داد که بعد این مؤلفه به نوشتن شروع کردیم. اونجا یک هیئت داوران هم بودند. خیلی شعرهای بسیاری نوشتیم. خودی من بارها نوشتم. نوشتیم بعد این خیلی که نارامی ها شد، کسی این را جنباز نکرد. بعدا حکومت موقتی سر کار آمد، با گفتن که دوام بدیم، با دوام دادیم. وقتی که سال 92 حکومت قانونی سر کار آمد، سر کار آمد بعد اجازه 16 سال 93 که کم کم آرامی شد، بعد ما را از سر نو جمع کردن. اونهایی که همون داورایی که هیئت داورایی که در دوشنبه بودن از نو جمع کردن، گفتند که این کار را دوام دادن در کار. اکثر همون شعرها، اکثر همون سرودهایی که با آزمون پیشنهاد شدند، همونایی که امروز ما تاجیکستان گفته سرود میخونیم، اونم یک سرود عادی بود. خلاصه تا سال 94 دوام کرد. ما شعر پیشنهاد میکردیم با نام مستعار. خب آوازهای پنهانی بود. وقتی که همین شعر ما آواز پنهانی بود، کدام شعری که آواز زیاد گیرد و الکی درجه یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تا دهم، بعد دیگرش رو صرف نظر میکردم تا دهم. بعدا در همین اتفاق نویسندگان یک مجلس بسیار تیزتون شد. بعد همون در اینجا مجلس شد، دوستان بسیار با غضب سخنرانی کردند. اینجا هم آهنگسازا جمع بودند، هم شاعرها. گفتند که اگر نوشتن نمیتونه، اگر هنرتان نیست، ما مجبور میشیم که از افغانستان یا از ایران بیاریم شاعر و آهنگسازی که این کار رو کند. اون وقت رئیس آهنگسازای ما، آهنگساز بسیار بزرگی ما، شادروان دمیر دوزمحمدوف، اونگاه از جای خودشان بالا شدن، گفتند که همه آهنگی که سلیمان یودکوف نوشته است، این گیمن تاجیکستان بود. در همه آهنگ شعر استاد لاتی. ما همه آهنگ آفریده نمیتونیم. در زمان شوروی بعد گیمن SSR گیمن ما درجه دوم بود و جهت زیبایی، پرشکوهش، بسیار ملی بودنش. همین گپا گفتن شدند. خلاصه و من خانه رفتم، شاید بازیافت من همین بود. من فکر کردم که چرا در آهنگ یودکوف ساختن ممکن نیست. در آهنگ کاری مشکل البته. و این آهنگ 14 روز مدد نمود، برادری خلق سویت استوار شد. من این آهنگ میدونستم کن. بعد من همین رفتم کافتم انسیکلوپدی تاجیکستان. در اونجا ماده گیمن هست. در همونجا گیمنای بسیاری هست، از جمله گیمن تاجیکستان هم هست. در همونجا نوت هست. و شعر استاد لاتی بغیر 14 روز مدد نمود، برادری خلق سویت استوار شد و دو مصرش همین خیلی یک وزن دارد خلاص، دیگرش بی وزن. در همه آهنگ یودکوف ساختن. یودکوف از اینطور میشه، استاد لاتی در این کار استاد بودن. استاد همین به وزن هم ساختگی در آهنگ یودکوف. و ما همین در وزن را آرام سر پا. 14 روز مدد نمود، برادری خلق سویت استوار شد. یاری ارجمند ما به بخت ما، سری عزیز تو بلند باد. من همین ساختم. در متن استاد لاتی وای نیست، نقرار
زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من به همین معنی نقرات نیست در اونجا. در اونجا گفتگی دیار ما تاریکستان بود، نه روسان در روشنستان کردن به همین معنی. لیکن من همین نقرات ساختم و از بس که همه آهنگسازای ما در این آزمون اشتراک داشتن، من نمیدونستم که همین در نوت سلیمان یودکوف توغری میبیاد یا نه، موفق میاد، سازگر میاد یا نه. خلاصه من همین گفتم به یادم آمد که همه همسایه ما در همسایگی ما دختر نویسنده بزرگ ما پولاد تالیز کمپوزیتور هستند. همون کس در دانشگاه هنرهای زیبای ترانزداده کار میکنند. آهنگ هم نوشتگی بسیار. من یک بار به همون کس نشان دادم چه خیلی باشه. با خانهشان رفتم. اون کس در پیانینو با کار انداختن نواختند که همش توری آمد، همش موافق آمد. فقط زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی همین من نگنجید. این کمپوزیتور که میگن که لالخان تالیز، لالخان گفتن که همین من نمیگنجد دیگر کن. من گفتم من این نقرات بزرگ یافتم. زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من چقدر دیگر میکنم. همین ممکن نیست که همین آهنگ یودکوف خیر خدا جاش جنت کند، خاک خبر نبرد، ما همین یک هجا دراز کنیم همین آهنگ. انا همین یک هجا ما همینجا زیاد کردیم دیگه همش موافق آمد. وقتی که لالخان اینا در نوت گرفتن ما نوت قطعی پیشنهاد میکردیم. همین شعر ما رفته با نام مستعار ناشناس در دست همون پشتی که در همونجا بود و قطعی پشت در همونجا پرداختم. بعد چند روز بود که مجلس شد. من اونجا نیستم که در متن آهنگ یودکوف گفتم. وقتی که همین متن من خواندن یاری ارجمند ما به بخت ما سری عزیز تو بلند بود، سعادت تو دولت تو بیگزان بود، ز دوری زمانه ها رسیدیم با زیر پرچم تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. این کشیدیم دیومش برای آهنگ شده. نمی‌شد ز دوری زمانه ها رسیدیم با زیر پرچم تو صف کشیدیم. چون که در همون آهنگی که یودکوف ساخته است همین کشیدیم همین 4 هجا تکرار میشد. ما همین کار کردیم. و استاد لایق انجام برام گفتن که این از همه متن ها تازه تر است، از همه متن ها زیباتر است. گفتم خیلی همین خیلی آوازه کردن. من جای یکم گرفتم. خیلی کسی نمیدونه اما پای میبردن که من یک جای بسیار ویژه بود که یک جایی بود که از ما باید برم که تو از گذشتگان به نشان ما نشانه ای، تو بحر وارثان جهان جاودانه ای. من بعد اینا اصلاح کردم. تو از گذشتگان به نشان ما نشانه ای. من با اون من گفته بودم که همون دولت سامانیان که از بین رفت دیگر نشان دولت نماند. از تو نشان شده امروز با ما خدا تو را تحفه آورده است که ما همونجا اراد گرفتم گذشتگان ما چخیل به نشان. بعد دنبال دوستان گفتن که اینا چیکار میکنیم اگر همون مؤلفه در داخل نباشند. وقت گروسرام اشتراک کردگی بسیار شاعری که در بیرون بودن اشتراک کردگی. بعد چیکار میکنیم گفتم. بعد ما همونجا گفتم که اگر مؤلف در بیرون باشد در همه حیات داوران استاد لایق هست، من هستم، کمال نصرالله هست، نظام قاسم هست، بگم که بود و چند کسی دیگر هست. ما حق دارم که همینا اصلاح کنیم. که میگه پیمان معقول شد گفتن که باشد. بعد همین روز هفتم سال 1994 تمام وکیلان مردمی در تئاتر اپرای بالت جمع آمدند. در آنجا اول 5 سرود اجرا کرده شد، بعدا 3 سرود اجرا کرده شد که از همه زیادتر آواز گرفت. 3 سرود اجرا کرده شد و همین سرود من آواز همه زیادتر گرفت. از جا خاصه تمام وکیلان قرصه زدند یک دلانه. جای دویمم شعر من بود، آهنگ زلفقاروف.
جای سیوم نصیب استاد لایق شرالی شد آهنگ فتاوا دینا. من خیلی افسوس میخورم که همه آهنگ فتاوا دینا در شعر استاد لایق هنوز بگونم که صدا نمیدهد. طرز آزمان همطور بود که ما در یک لفافه کلان متن و نوتی همین ادوار میگن ادوار همین سرود در یک مثلا منده و دیگران هم خیلی در یک کنورت کلان در دوناج میاندازن. در دوناج با یک کنورت خردکک هست که در پشتش ناشناس نوشتگی اما نام حقیقی در داخلش. میگن که وقتی که رئیس شورای عالی محترم امام علی رحمان پرزیدنت امروزی ما همین کنورت خورده میکشودن همه حیران این مالبش کی باشد. یه وقت اعلام میکنن گلنظر بعد تمام هم طلا روز استاد قسم میزنن میگن کجاست این مؤلف کجاست. متاسفانه ما در اون مجلس دعوت نکرده بودم من خودم شاهد نیستم.